علیکم به همگی. رحمت برای دستگیریاتون، رحمت به مقامات ها، رحمت به سرور دولت برای قانون هایی که هستند، برای این خیلی مردای بد اخلاق که روی قانون جزا داده می شوند. نویستن که بعد 7 روز پا برای میکشتون. من امروز سوزی خودم ترسون نمیدونم که این سال من طاقت کردم. نویستن که چی با ما این کار کردین. باور کنین یگان زن تا مجبور نشه و این کار نمیکنه. من 5 سال قریب طاقت کردم. این سوز میشه و این سوز میشه. نه روز به روز بعد کدومی که در همین احوال ما زندگی کردگی همه آدم میدونه. با چند کس نویسته که ازمینیت کردی برایم که من نکردم، یا که بلوگری میکنی برایم که شد زده کرد. یگان زنک نمیخواه که کار کردن. همه زنک میخواه که در خانه بشینه، فرزندوش نگاه کنه، زندگی خوب داشته باشه. لیکن وقتی که من همین قصه خب میکردم، من اگر کار نکنم فرزندوی مرا هیچ کس نمیخرانه، نمیشه یگان تشما نمیخرانه، نمیپشونه. من در زندگی مردم، من در زندگی زنم. ایما دا باور کنین زنی به صبر نیست. همه آدما نزدیکای ما میدونستن این اساس میشه، این اساس میشه، جدا شو، نساز میشه. نه که حالت ما را خدا میدونم که چه عذابایی که ما را داد. همش طاقت به خاطر فرزندو. همه وریانت ها را پیش بردم تا حتی ای پیش خانگیشون گذاشتم. خودشون در گفتن که ما میترسیم ای سرش کار را میکنه. برای همین نشید. به خوبی گفتم نشید. گفتم بیا به خوبی جدا شیم. تهمت ها هم قصال شده با بسیاری نویسن شاید ازمینیت کرد که در ویدیو زد. التماس پیش خودتون گپ نزنین. همین تمام مردم تاجیکستان با فکر ما را میشناسن. این میدونن که اگر ما یگانجا در اکلام داشته باشم راست میرم راست خونه. من تا حتی ای بیرون برآمدم برای بیرون برآمدن شوهرم اجازت میپرسیدم. خودش این چیزا میدونن. هیچ وقت ما این کار در حقش کردگی نیست. من نه تنها برای ترس شوهر، من اولش که ای خداوند میترسم این خیلی زندگی حرامانه پیش نمیبردم. برای همین من تنها شما ده ایق نوارا ماندگیم. خیلی نوارا پر بود. خداوند بدونه، خداوند جزای ایتر آدم را بده. لیکن خدا میدونه بعد 7 روز اصلاح شوه یا بدتر شوه. خیال میکنم اصلاح نمیشوه. نمیدونم من چیکار کنم. همه نویسیدن که بعد 7 روز میکشد بگریز. نمیدونم. برای همین هیچ دیگه گفتن نمیتونم. خیلی صبر کردم. کوزه صبر لبریز شد. خیلی دلشیم این نصیب تقدیر میبینیم چی میشه. عبید نه همی قایگی نخود به هیچ هم عذاب بتن. من بدتر زندگی میکنم که مرا چخه میکشه، چه مرا میکشه، برای کدام گناه میکشه. من گناه داشته باشم دیگر که میگم خیلی من زاسلوژیت کردم. نه که من یه خیلی زندگی را زاسلوژیت کردگی نیستم. من بازم میگم من در خانه مرد بدم. مرد تمامی اعضای عائله را خراندن و پوشاندن این آسان نیسته. بالای ایقا اگروزا و شتا نمیدونم که غیر خداوند یگان کس حق و حقوقی جان یک کس گرفتن نداره. نکی نمیدونم چی بود.